طرفداران نظام پادشاهی معتقدند که با حمله نظامی اسرائیل و بعضا امریکا شرایط برای سرنگونی رژیم آماده میشه و اون زمان هستش که مردم میتونن به خیابون بیان و این رژیم رو از قدرت پایین بکشن. حتی من دیشب یه عکسی رو دیدم از خانم فرح پهلوی که پرچم اسرائیل رو در دست گرفتن و اون رو به نمایش گذاشتن. هیچگاه در هیچ دوره‌ای ایرانی‌ها در خارج از کشور و در داخل کشور پرچم کشور دیگر رو برجسته تر از پرچم ملی خودشون ندونستن. آیا درسته که ما در این حد تبلیغ کنیم برای دخالت یک کشور بیگانه در رابطه با مسائل داخلی کشورمون؟ واقعا فضاحت باره. اصلا از شرم من نمیدونم اینها سرشون میتونن بلند کنن این افراد یا نه. کسانی که مدافع سلطنتن، فرح پهلوی همسر پادشاه سابق ایران امروز پرچم اسرائیل رو در دست میگیره که چی بگه؟ واقعا این ننگ رو به کجا میشه برد؟ نمیدونم. من واقعا این که گفته میشه خون باید گریست همینه. آقای رضای پهلوی، پادشاهی در ایران در بهمن 1357 به پایان رسید.